من تا حالا همچین آموزشی رو ضبط نکرده بودم، چون از نظر ایمنی مشکل داره و فقط برای آب گرم کنایی هستش که تو فضای باز، بالکن و حیات خلوت نصب شدن. اکثر دایرکتایی که ازتون میگیرم اینه که میریم حموم، آب گرم کنمون خاموش میشه، نمیدونیم چی کار کنیم. دلیل خاموش شدن آب گرم کن تو فضای باز ترموکوبله. یا آچار 9 بردار و این پیچ پشت رو باز کن، بعدش این دوتا پیچ رو باز کن و ترموکوبل رو راحت درش بیار. الان تعمیرکار قبلی اومده اینجا کلا سیما رو حذف کرده، ولی من میخوام ترموکوبل بدون سیم بذارم. با آب گرم کنای جدید اگه آب گرم کن در فضای باز باشه، ترموکوبل سیمدار رو میشه بدون سیم هم گذاشت، چون اولندش تو فضای بازه و دلیل مهمترش اینه که این قطعه پلاستیکیه که تو آب گرم کنای قدیم این قطعه برنجی بود و اگر فشار بالا میرفت و دستگاه جوش می آورد، دستگاه شیر اطمینانی نداشت که عمل کنه. و در آخر اینکه حذف کردن کلیدهای حرارتی این دستگاه کار من نبوده و کار سرویسکار قبلی بوده و هر کاری هم کرده اون کرده. من فقط به جای ترموکوبل سیمداری که سرشو با چسب زده بود و هی قطع و وصل می‌کرد بدون سیم گذاشتم. الان مشکل مشتریم حل شد و حتی یه پرنده هم که پر بزنه دیگه آب گرم کن خاموش نمیشه.